صبح امروز مخالفان حکومت توجیکستان نواری شرافیدین گادویف را نشر نمودند که به گفته آنها قبل از سفرش به روسیه ثبت شده است. در این نواری چند دقیقه‌ای گادویف میگوید هیچگاه به خواهش خودش به توجیکستان نمی رود و اظهارات مذکور تنها در 3 حالت دسترسی عموم می شود. این ویدیو را همچنان قید کردن در حالت شما دسترس میکنید که من کشته شدگی باشم و یا اینکه دزدیده شدم یا بی‌درک شده باشم. مراجعه ویدیویی شاروفیدین گادویف 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی توجیکستان اعلام کرد شاروفیدین گادویف روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم نمود. همچون دلیل این گفته‌ها روز 15 فوریه وزارت کارهای داخلی توجیکستان در وبسایتش اظهارات شاروفیدین گادویف را از توجیکستان نشر نمود. 6.5 سال در بیرون از وطن مرا به فکر آورد که من باید به وطن برگردم. شاروفیدین گادویف که در هلند حق پناهندگی دارد یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت توجیکستان را با لحن تند تنقید میکرد. او تا زمان پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد توجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی توجیکستان است. در حالی که مуаммои بازگشت شاروفیدین гадоев به توجیکستان ناگشوده باقی میماند، جنبش اصلاحات و رشد توجیکستان گفت که به جای اون نفری را با نام علیشیر عبدالرحمانوف رهبر انتخاب نمود.